سلام دوست عزیز، به پادکست بیزینس الیویت خوش اومدید. تو این پادکست من لیلی فنایی، مشاور استراتژی و توسعه کسب و کار، به شما راهکارهای علمی و بینش جدیدی در حوزه کسب و کار رو ارائه میکنم. این قسمت میخوام درباره خطاهای شناختی در تصمیم گیری کسب و کار صحبت کنم. همه ما دوست داریم توی کسب و کارمون و زندگی شخصیمون تصمیم‌های درست بگیریم، اما این تصمیم‌ها علی‌رغم خواسته و نیت ما اکثر اوقات اشتباهن، نادرستن و به واسطه نادرست بودنشون عواقب و نتایج ناخوشایندی رو برای ما رقم میزنن. نادرست بودن این تصمیمات به خاطر اینه که ما ذهنمون شفاف نیست و دچار یک سری خطاهای سیستماتیک میشه. این خطاها در علوم رفتاری خطاهای شناختی یا کاگنیتیو ارور میگن. کاگنیتیو ارورها یا خطاهای شناختی میونبرهای ذهنی هستن که به ما کمک میکنن سریعتر فکر کنیم، اما گاهی هم باعث میشن واقعیت رو تحریف کنیم. و خودتونم خوب میدونین زمانی که واقعیت تحریف شده باشه و اطلاعات نادرست باشه، پردازش نادرستی هم اتفاق میفته و نهایتاً تصمیمی که گرفته میشه منجر به شکست میشه. یکی از مهمترین این خطاهای شناختی تعصب تاییدیه که به شکل نامحسوس اما قدرتمند روی تصمیم گیری‌های ما تأثیر میذاره. امروز توی این پادکست میخوام مفصلاً تعصب تاییدی رو برای شما توضیح بدم تا ببینین چیه و چطور عمل میکنه و بعد هم چطور میتونیم با استراتژی‌های عملی روی این خطای شناختی غلبه کنیم. تعصب تاییدی یا کانفرمیشن بایاس تمایل ذهنی ما به جستجو، تفسیر و به خاطر سپردن اطلاعات به شکلیه که باورها و فرضیه‌های قبلیمون رو تایید کنه. به زبان ساده بگم، ما دوست داریم همیشه حق با ما باشه. هر وقت داده یا نظر تازه‌ای رو میشنویم، ناخودآگاه دنبال تایید باورهای قبلی خودمون توی اون میگردیم و شواهد مخالف رو نادیده میگیریم. مثلا مدیری که معتقد محصول جدیدش عالیه، بیشتر به بازخوردهای مثبت مشتریاش توجه میکنه و انتقادهای منفی رو به حساب بهانه‌گیری و سلیقه خاص میذاره. ذهن ما دقیقاً همینطوری اطلاعات رو فیلتر میکنه. خبرهای خوشایند و همجهت با انتظاراتمون رو برامون پررنگ و مهم جلوه میده و برعکس خبرهای ناسازگار و ناخوشایند رو کم رنگ میکنه. نتیجهش چی میشه؟ ما با یه عینک خوشبینی به دنیا نگاه میکنیم و طبیعتاً خطاهای بزرگی به واسطه این خوشبینی برای خودمون ایجاد میکنیم. تعصب تاییدی همه جا دیده میشه. راستوولی میگه این خطای شناختی مادر همه سوء تفاهم است. حتی وارن بافت میگه توانایی برجسته آدم‌ها اینه که همه اطلاعات جدید رو طوری تفسیر میکنن که نتیجه گیری‌های قبلیشون دست نخورده باقی بمونه. به بیان دیگه ما استاد توجیه کردن خودمون هستیم. ذهن ما عاشق داستاناییه که نهایتاً میشه ازش نتیجه گرفت ما اشتباه نکردیم. ذهن ما مدارک و شواهدی که نشون دهنده اشتباه بودن تصمیم قبلیمون باشن رو سریعاً کم اهمیت جلوه میده و یه کاری میکنه که زود فراموشش بکنیم. جالبه بدونین که این تعصب وقتی شدیدتر میشه که موضوع برای ما مهم و احساسی باشه. وقتی توی کسب و کار مدیری روی استراتژی یا یه محصول تعصب داره، بیشتر در معرض این سوگیری و خطای شناختی قرار میگیره. مثلا اگر شما به یه کاری، به یه محصولی دلبسته باشین یا غرورتون در گرو موفقیت اون کار یا اون محصول باشه، احتمال بیشتری داره که هشدارهای خلاف میلتون رو نشنیده بگیرین. به همین دلیل تاییدجویی‌های کورکورانه میتونه حتی بهترین مدیران رو هم به بیراهه ببره. خب حالا بیایم ببینیم که چرا تعصب تاییدی تو شرایط بحرانی تشدید میشه.
تصور کنید شرکت شما توی بحران جدی قرار داره، مثلا کاهش شدید فروش یا تغییر ناگهانی در بازار و نرخ ارز و چیزهای شبیه به این. توی این لحظه های پرتنش فشار زمانی و استرس خیلی بالاست. خب طبیعیه که مغز ما برای سرعت بخشیدن به تصمیم گیری میره سراغ همون میونبرهای شناختی، هیوریستیکا. دنیل کنمن برنده نوبل اقتصاد سال 2003 توی کتاب معروفش تفکر سریع و آهسته توضیح میده که ذهن ما 2 سیستم تفکری داره. یه سیستم سریع، شهودی و احساسی که بهش میگه سیستم 1 و یه سیستم کنتر و تحلیلی که بهش میگه سیستم 2. توی شرایط عادی شاید سیستم تحلیلی یعنی همون سیستم 2 بتونه اشتباهات سیستم شهودی یعنی همون سیستم 1 رو تصحیح بکنه. اما تو شرایط بحرانی که خسته ایم و مضطرب، سیستم شهودی یعنی همون سیستم 1 افسار تصمیم ما رو به دستش میگیره. کنمن میگه در این وضعیت ما دوچار خطای همینی که میبینم همه چیزه میشیم. یعنی بر اساس همون اطلاعات محدود و دلخواهی که جلوی چشممونه نتیجه گیری میکنیم و حواسمون نیست که یه سری چیزها هست که هنوز ندیدیمشون. به همین خاطر توی بحران‌ها تعصب تاییدی شدت میگیره و ما به اولین شواهد تایید کننده دلخوش میکنیم و دیگه وقت برای جستجوی شواهد مخالف و متضاد با انتظاراتمون نداریم. نمونه‌های زیادی نشون میده که وقتی ما دچار استرس میشیم مغزمون انگار صدای مخالف رو میوت و بی صدا میکنه. مثلا توی جلسه اضطراری برای حل بحران مدیران ممکنه فقط به گزارش‌هایی توجه بکنن که نشون میده اوضاع تحت کنترله و هر گزارش نگران کننده ای رو نادیده بگیرن و بگن الان وقت منفی بافی نیست. این دقیقاً همون تعصب تاییدی در عمله که در بحران‌ها به شکل خطرناکتری ظهور میکنه. تحقیقات زیادی نشون دادن که خستگی و فشار زمانی تمایل ما به نتیجه گیری بر مبنای اطلاعات محدود رو بیشتر میکنه. تو چنین شرایطی ما متوجه هم نمیشیم که داریم اطلاعات رو طبق پیش‌فرض‌های قبلی خودمون غربال میکنیم و فیلتر میکنیم و نگاه تونلی به اطلاعات داریم و به خاطر همینم توی دام ذهنی این خطای شناختی میفتیم و تصمیم نادرستی میگیریم. برای درک بهتر این خطای شناختی بهتر یه نگاهی به دیدگاه چند تن از صاحب نظران علوم رفتاری بندازیم. اولیش دانیل کنمن، همونی که گفتم جایزه نوبل اقتصاد رو برد. کنمن تو پژوهش‌های خودش نشون میده که ما اعتماد به نفس کاذبی درباره اطلاعات و باورهای خودمون داریم. در واقع همین اعتماد به نفس کاذبمونه که ما رو دوچار این خطای شناختی تعصب تاییدی میکنه. ما معمولاً به سرعت برای مسائل داستان درست میکنیم و به اون داستان‌ها هم ایمان میاریم. مثلا وقتی که میخوایم در مورد چیزی حتی تحقیق بکنیم اینجوری سوال میپرسیم: آیا تصمیم X درسته؟ تو این شرایط ذهن ما ناخواسته به دنبال شواهدی میگرده که بگه بله درسته. اما اگه به جای اون بپرسیم آیا ممکنه تصمیم X اشتباه باشه؟ اون وقته که ذهنمون به جای پیدا کردن شواهد تایید کننده دنبال شواهد اشتباه بودن تصمیم میگرده. همین تغییر کوچیک توی نوع سوالی که داریم میپرسیم باعث میشه اندیشه ما شفافتر بشه و از خطای شناختی دوری بکنیم. دن آریلی هم که نویسنده کتاب رفتار غیر منطقی پیش بینی پذیره و خودش هم یکی از اندیشمندان بسیار معروف حوزه علوم رفتاریه، توی تحقیقاتش نشون میده که آدم‌ها چقدر راحت تحت تاثیر سوگیری ها و خطاهای شناختی قرار میگیرن و تصمیم‌های غیر منطقی رو به شکل تکرار پذیری میگیرن و اجراش میکنن.
از نگاه اون این تایید طلبی ما ریشه در دوری از احساس ناراحتی داره. دن آریلی به یه پدیده اشاره میکنه به اسم ناهماهنگی شناختی که وقتی ما یک واقعیتی رو میبینیم که با باورهای ما در تضاده دچار تنش و ناراحتی میشیم. به خاطر اینکه میخوایم از این تنش رها بشیم سعی میکنیم بلافاصله اون اطلاعات رو جوری تفسیر بکنیم که با باورهای قبلیمون یه جورایی همخونی داشته باشه. ما اغلب حقیقت رو اونقدر کش و قوس میدیم تا یه جوری با باور قبلیمون سازگار بشه. دن آریلی به طعنه میگه وقتی کسی عقیده محکمی داره وقایع رو طوری تفسیر میکنه که اون عقیده حفظ بشه. حتی اگه پیشبینیاش غلط از آب در بیاد برای حفظ ایمان خودش توجیهات تازه‌ای میسازه تا همچنان فکر کنه که حق با اونه و اشتباه نکرده. دن آریلی به ما یادآوری میکنه احساسات و غرور شخصی چطور دست به دست هم میدن تا اجازه ندن ما بپذیریم که شاید تصمیممون یا باورمون اشتباه بوده. تعصب تأییدی خیلی جاها دیده میشه. تو زندگی شخصیمون، توی تصمیمات مدیریتی بیزینسی، توی نحوه حکمرانی حکومتی، همه جا ما این تعصب تأییدی رو میتونیم ببینیم. حتما شنیدین که میگن بعضی از مدیرا خودشون رو توی یک حبابی از بله قربانگوها قرار میدن. در واقع توی این حالت هر تصمیمی که میگیرن با تأیید اطرافیانشون مواجه میشه و هیچ صدای مخالفتی به گوششون نمیرسه. نتیجه چی میشه؟ مدیر به تدریج باور میکنه که همیشه حق با اونه و هر اطلاعات مخالف رو یا کسی که به اون نه میگه رو به عنوان یک تهدید میبینه و باورش هم نمیکنه. این درست همون فضاییه که تعصب تأییدی توش رشد میکنه و میتونه به شکست‌های استراتژیک منجر بشه. بذارین براتون یه مثال بزنم. مثلا فکر کنین مدیرای یه شرکتی تصمیم میگیرن که یه استراتژی جدید رو برای کسب و کارشون پیاده کنن و میخوان وارد بازار یه کشور جدیدی بشن یا مدل قیمت گذاریشون رو تغییر بدن. اگه این تیم دچار تعصب تأییدی باشه، اون وقت ببینیم چطور میشه. اونا وقتی که استراتژی جدیدشون رو اجرا کردن، هر نشونه مثبتی رو بزرگ نمایی میکنن. مثلا فروش یک ماه یه ذره بالا میره. اونا میگن پس استراتژی عالی بوده. چند تا مشتری جدید جذب میشه. بلافاصله واسه خودشون کف میزنن که به به استراتژیمون جواب داد. حالا تو همین حین یه نشانه های منفی هم ظهور میکنه، ولی به راحتی تیم مدیریتی این نشانه های منفی رو نادیده میگیرن. مثلا رضایت مشتری قدیمی کاهش پیدا میکنه یا واحد مالی در مورد افزایش هزینه ها هشدارهای جدی میده. کلاً این اطلاعات رو کنار میذارن و میگن فقط اخبار خوب رو ما میشنویم و اخبار بد یا گفته نمیشه یا مدیرا اونو جدی نمیگیرن. چنین وضعیتی تو تاریخ کسب و کار خیلی زیاد دیده شده. یکی از مثالهای مشهورش پروژه معرفی محصول جدید تو شرکت کوکاکولاست تو دهه 1980 که مدیرای کوکاکولا تصمیم گرفتن یه فرمول جدیدی رو برای نوشابه‌شون ارائه کنن. اسمش هم گذاشته بودن نیو کوک. وقتی این محصول آزمایش میکردن، یعنی برده بودنش توی بازار تا مردم آزمایشی اون رو استفاده کنن، بعضی از مردم خوششون اومده بود و ازش تعریف میکردن، ولی در عین حال هم علائم هشدار دهنده زیادی از مشتریا وجود داشت. ولی مدیرای شرکت چه کار کردن؟ بازخوردهای منفی رو نادیده گرفتن و با اطمینان محصول جدید رو به صورت گسترده وارد بازار کردن که با واکنش عمومی فاجعه باری روبرو شد و
کوکاکولا مجبور شد با شرمساری نیوکوک رو جمع آوری کنه و برگرده به فرمول کلاسیک خودش. تحلیلگرها بعد از این واقعه مقالات زیادی رو در مورد کوکاکولا نوشتن و اکثر اونها به همین تعصب تأییدی اشاره کردن و اینکه تا چه اندازه مدیران کوکاکولا زنگ خطرهای خودشون رو نشنیدن و کماکان به دنبال دریافت اطلاعاتی بودن که باور اونها رو تأیید میکنه. وقتی فضای تصمیم گیری سازمان پر میشه از تأیید و تحسین و انتقاد سازنده هیچ جایی نداره، این خطر بزرگ در کمینه و به احتمال زیاد باعث شکست‌های بزرگ میشه. تعصب تأییدی مدیرا میتونه به تصمیمات استراتژیک غلط منجر بشه و اونها رو وارد بازارهای اشتباهی بکنه یا بر تولید محصولاتی اصرار بکنن که 100% باعث شکست میشن. در واقع تو همه این موارد تعصب تأییدی تبدیل به کوری مدیریتی میشه و سازمان رو به دردسر میندازه. مثال دیگه ای که در مورد همین تعصب تأییدی میتونم براتون بزنم مثال کوداکه که دچار بحران سال 2012 شد و اون سال نهایتاً ورشکستگی خودش رو اعلام کرد. کوداک 10 سال سلطان بلا منازع صنعت عکاسی بود و فیلم‌های عکاسیش همه جای دنیا رو پر کرده بود. جالبه بدونین اولین دوربین دیجیتال رو هم مهندسای کوداک سال 1975 اختراع کردن. اما مدیرای کوداک تو اون زمان این فناوری رو جدی نگرفتن. چون باور داشتن فیلم‌های آنالوگ هرگز از مد نمیفته و دوربین دیجیتال یه اسباب بازی گرون و بی‌کیفیته که جای فیلم رو نمیگیره. در واقع شواهدی که این باور مدیرا رو تایید می‌کرد همه جا بود. فروش فیلم عکاسی همچنان عالی بود و حاشیه سودش هم خیلی بالا بود. مشتریای حرفه‌ای کیفیت فیلم رو به دیجیتال ترجیح میدادن و همین هم باعث دلگرمی بیشتر مدیرای کوداک میشد و هر نشونه‌ای از تغییر روند بازار رو نادیده میگرفتن. نهایتاً این تعصب تأییدی در کوداک باعث شد که چندین تصمیم استراتژیک اشتباه بگیرن و سرمایه‌گذاری کافی روی فناوری دیجیتال انجام ندن و نهایتاً در سال 2012 مجبور به اعلام ورشکستگی بشن. همیشه باید این رو یادمون باشه که هرچی بیشتر تو حباب تأیید خودمون بمونیم ضربه سنگین‌تری در انتظارمونه. خب حالا بریم سراغ راهکارهای مقابله با این تعصب تأییدی. تا اینجا در مورد خود مشکل صحبت کردیم. حالا بریم ببینیم چه چیزهایی میتونه با این دام ذهنی مقابله کنه. شاید براتون جالب باشه بدونین که فلاسفه رواقیون 2000 سال پیش راهکارهایی پیشنهاد کردن که هنوز هم برای غلبه بر تعصب تأییدی مؤثره. ایده اصلی رواقیون این بود که واقعیت رو همون جوری که هست ببین، نه اون جوری که باب میل توه. اونها تأکید بر حقیقت جویی بی‌طرفانه داشتن و به همه ما توصیه می‌کردن که همیشه باورهای خودتون رو به چالش بکشین. در واقع از خودتون بپرسین آیا ممکنه این چیزی که من بهش معتقدم اشتباه باشه؟ آیا شواهدی وجود داره که نشون بده باور من غلطه؟ فیلسوف رواقی اپیکتتوس میگه وظیفه عقل اینه که حقیقت رو پیدا کنه، اونچه که نادرسته رو کنار بذاره و در موارد مشکوک هم قضاوت خودش رو معلق کنه. این دقیقاً نسخه‌ایه که برای مهار تعصب تأییدی به کار گرفته میشه. یعنی ما فوری هر فکری که به ذهنمون میرسه رو نپذیریم و بیایم اونو با عقل و واقعیت محک بزنیم.
همین رواقیون معتقد بودن که بین برداشت اولیه ما از یک واقعه و قضاوت نهاییمون همیشه باید یه فاصله‌ای وجود داشته باشه و توی این فاصله از خودمون بپرسیم آیا ممکنه اشتباه کرده باشم؟ آیا شواهد مخالفی وجود داره؟ یکی از تمرین‌های رواقیون برای حفظ این اوپن مایند بودن و ذهن باز داشتن خودآزمایی روزانه است. به این صورت که هر شب بیایم افکار و تصمیمات خودمون رو مرور کنیم و بپرسیم که کجاها ممکن بوده در تصمیمات روزانم تو دام احساسات یا پیش داوری ها افتاده باشم. این تمرین که امروز شبیه به ژورنال نویسی روزانه ازش یاد میشه به افراد کمک میکنه به تدریج الگوهای ذهنی خودشون رو بشناسن و متوجه خطاهای شناختی خودشون بشن. خود شما هم که الان دارین به این پادکست گوش میکنین بهتون توصیه میکنم یه دفتر یادداشت داشته باشین و هر شب در مورد تصمیمات روز خودتون فکر بکنین و نگاه کنین ببینین کجاها شما شروع کردین به دنبال شواهد تایید گشتن، کجاها شما چشمتون رو روی واقعیت بستین، کجاها سریع تصمیم گرفتین، در واقع کجاها تایید طلبی کردین. یک تمرین دیگه هم که رواقیون میدن و به نظر من خیلی تمرین جالبیه و خودم هم ازش استفاده کردم اسمش هست پیشبینی مصیبت. رواقیون میگن که شما پیشاپیش مصیبت ها رو تصور کن، در واقع یه سناریو بنویس در مورد شکست خودت و بعد بیا بگو که مثلا شما الان میخوای یه پروژه استارت بزنی، بشین بدترین حالتش رو برای خودت تصویر سازی کن. الان 1 سال گذشته و این پروژه 100% شکست خورده. بعد از خودت بپرس خب چه ریسک هایی یا نقاط ضعفی توی این پروژه باعث شکست شد و آیا من میتونستم همون اول پروژه این نقاط ضعف و ریسک ها رو پیدا کنم؟ بشینین در مورد اینها با خودتون فکر کنین و مطلب بنویسین. خیلی بهتون کمک میکنه. سنکا یه فیلسوف رواقی دیگه میگه هر کسی از قبل خودشو برای مواجهه با سختی آماده کرده باشه شجاعانه تر با اون روبرو میشه. خب حالا میخوام یه استراتژی گام به گام برای غلبه بر تعصب تاییدی توی کسب و کار بهتون بدم. اینایی که دارم میگم یه نقشه عملیاتی گام به گامن که باعث کاهش این خطای شناختی توی ذهن و تفکر و تصمیم گیری‌های شما میشه. اول از همه این که شما باید این خطای شناختی رو خیلی خوب بشناسین و متوجه بشین کجاها دارین دچار این خطا میشین. تحقیقات نشون میده که خیلی از مدیرا اصلا درک درستی از این نوع خطاهای شناختی ندارن و به همین خاطر هم به راحتی توی دامش میافتن. پس آگاهی بخشی کنین، یعنی توی جلساتتون با نیروهاتون، با همکاراتون به این موضوع اشاره کنین و هر جایی هم که میبینین یک کسی بر پایه اطلاعات قبلیش داره یک تصمیمی رو میگیره بهش بگین مراقب تعصب تاییدی باشین. مثلا وقتی همه با نظر رئیس به سرعت موافقت میکنن یکی بلند شو بگه اجازه بدین خلافش رو هم در نظر بگیریم تا دچار تعصب تاییدی نشیم. همین تذکرهای ساده و کوچیک به مرور فرهنگ هوشیاری رو توی شرکت جا میندازه. دومی راه حل اینه که ما سعی کنیم اطلاعاتمون رو از منابع متنوعی جمع آوری بکنیم و دایره اطلاعاتمون رو وسیع‌تر بکنیم. در واقع ما برای اینکه بخوایم حباب تایید رو بشکنیم باید عامدانه به دنبال داده ها و نظرات متنوع و مخالف بگردیم. صرفاً مثلا اگه میخوایم یه استراتژی بازاریابی جدید رو اجرا کنیم فقط به گزارش‌های تیم خودمون اکتفا نکنیم. نظرات مشتریای ناراضی رو هم بپرسیم.
تحلیل‌های منتقدانه بازار رو مطالعه کنیم، حتی تجربیات رقبا رو بررسی کنیم. به عبارت دیگه به دنبال صدای مخالف بگردیم قبل از اینکه مجبور بشیم صدای آژیر خطر رو بشنویم. یه تکنیک مفید تو همین حال در مورد همین موضوع اینه که بیایم توی تیم تصمیم گیریمون یه نفر رو مسئول کنیم که همیشه ایرادات و مخالفت‌های خودش رو مطرح میکنه. در واقع به چنین نقشی ما میگیم وکیل مدافع شیطان یا دیویل ادوکیت. وکیل مدافع شیطان کسیه که وقتی ما یه حرفی رو میزنیم با همه تلاش و در واقع آنچه که در اختیار داره به دنبال شواهد و دلایلی برای نقض اون حرف میگرده. ما یه نفر رو توی سیستم خودمون داشته باشیم که رسما کارش این باشه وقتی توی یک جلسه ای داریم تصمیم میگیریم اون شخص باید دلایل و شواهدی رو کنه یا در موردشون صحبت بکنه که میاد و اون تصمیم رو رد میکنه. در واقع قبل از اجرا ما تصمیم رو تو بوته آزمایش میذاریم و میبینیم آیا از این آزمایش سربلند بیرون میاد یا نه. سومین راهکار اینه که ما بیایم و فرضیات خودمون رو به چالش بکشیم و سوالات سخت بپرسیم از خودمون. یادتون باشه هر تصمیمی مبتنی بر یک سری فرضیه است. مثلا ما فرض میکنیم که بازار فلان محصول رشد میکنه یا مشتریا فلان ویژگی رو خیلی دوست دارن و بر پایه این فرضیات میایم و برنامه ریزی میکنیم. ما باید این فرضیات خودمون رو به چالش بکشیم و یکی باید بیاد از ما بپرسه از کجا مطمئنی؟ نکنه شواهد خلافی وجود داره که تو چشماتو روشون بستی. تو این شرایط سعی کنین حداقل یه دلیل منطقی برای اشتباه بودن هر فرضتون پیدا کنین. اینجوری دیگه دچار همین خطای شناختی تعصب تاییدی نمیشین. و چهارمین راه حلم اینه که به جای حدس و گمان برین سراغ داده‌های عددی و عینی، شاخص‌های کمی. یادتون باشه تعصب تاییدی عاشق اطلاعات کیفی و مبهمه. به عنوان مثال اگه توی کمپین تبلیغاتی احساس میکنین که موفق بودین چون بازخوردای خیلی خوبی از چند نفر شنیدین، بلافاصله برین سراغ اعداد. ببینین نرخ تبدیلتون چقدر بوده، فروش چقدر تغییر کرده. هر داده‌ای که خلاف احساس شما بود به اون اعتماد کنین. سعی کنین با روش‌هایی مثل آزمون A/B تستینگ، تحقیقات بازار با نمونه‌گیری‌های علمی، تحلیل‌های مالی و مدل‌سازی‌های سناریو پردازی تصویر دقیق تری از واقعیت داشته باشین. این ابزارها رو بعدها که میخوام یه ذره بهتون استراتژی آموزش بدم براتون بیشتر باز میکنم و توضیح میدم. این کارا جلوی تعصب تاییدی رو میگیرن و کمک میکنن که تصمیمای بهتری بگیرین. مثلا آیا این کمپین رو ادامه بدم؟ آیا تو کمپین های بعدی از همین روش های این کمپین استفاده بکنم یا نه؟ پنجمین راهکار هم اینه که سعی کنین توی مسائل مهم تصمیم گیری های خودتون رو آهسته تر اتخاذ کنین و یه مقدار زمان بدین بهش، زیاد عجله نکنین. یادتونه بهتون گفتم یکی از دلایل شدت گرفتن تعصب تاییدی شتاب زدگی ذهن در شرایط بحرانیه. هر جا موضوع یه تصمیم حیاتی بود، مثلا سرمایه گذاری کلان که به این راحتی ها هم غیر قابل بازگشت نیست، تا جایی که ممکنه فرایند تصمیم گیری خودتون رو کند و چند مرحله‌ای کنین. فقط مراقب باشین نیفتین توی انفعال، این که اصلا تصمیم نگیریم اون که دیگه خیلی فاجعه است. تصمیم بگیرید اما آهسته و با طمأنینه. به جای اینکه توی همون جلسه اول تصمیم نهایی رو بگیرین،
جلسه رو تموم کنین و بگین اجازه بدیم هر کسی 1-2 روز در مورد این موضوع فکر کنه، سوالات و نگرانی‌هاش رو در بیاره، بعد تصمیم بگیریم. این وقفه زمانی به ذهن شما اجازه میده که از حالت واکنش سریع خارج بشه و با تأمل بیشتری جوانب کار رو بسنجه. 6مین راهکار هم که بسیار مهمه اینه که از انتقاد و سوال توی شرکت خودتون استقبال بکنین. یه فضای امنی برای صدای مخالف ایجاد کنین. شما به عنوان رهبر کسب و کارتون، یک مدیر ارشد، خیلی باید مراقب رفتار خودتون باشین، چون الگو قرار میگیرین. اگه از شما انتقاد کردن لطفاً برآشفته نشین و زیادم روی حرفای خودتون پافشاری نکنین، چون اگه این کارو بکنین اطرافیانتون، کارمنداتون خیلی زود یاد میگیرن که فقط حرفی بزنن که شما دوست دارین و این میشه تعصب تاییدی سازمان یافته. در عوض وقتی کسی مخالف شما حرف میزنه یا انتقادی میکنه ازش تشکر کنین و واقعاً به حرفش گوش کنین. اینجوری تیم شما یاد میگیره که آزادانه فکر کنه. و توی جلساتتون به شکل فعالانه خودتون از بقیه بپرسین دوستان چه دلیلی ممکنه وجود داشته باشه که این ایده ما رو زیر سوال ببره؟ آیا اطلاعاتی هست که من به عنوان مدیر ممکنه ندیده باشم؟ اگه هست به من بگید. چنین جملاتی اگه با لحن صمیمی و پذیرش واقعی بیان بشه کم کم دیوار تعصب تاییدی رو توی کسب و کار شما خورد میکنه. افراد رو تشویق کنین قبل از تصمیم گیری با همدیگه مباحثه داشته باشن و نظرات ضد و نقیض خودشون رو مطرح بکنن. حتی میتونین جلسات طوفان فکری معکوس برگزار کنین. در واقع تو این جلسات به جای ایده برای موفقیت، ایده برای شکست خوردن رو مورد بحث قرار میدین. میشه نگاه میکنین که چه اتفاقی بیفته ما شکست میخوریم. تو اینجور جلسه ها سوال پرسیدن و اشتباه کردن اصلا عیب نیست و این بسیار به شما کمک میکنه که جلوی تایید خواهی خودتون رو بگیرین. و 7مین راهکاری که برای مقابله با تعصب تاییدی میخوام بهتون پیشنهاد بدم، ثبت و مرور تصمیمات. بیاین از گذشته خودمون درس بگیریم و برای این کارم یه سازوکار ایجاد کنیم. همه تصمیمات مهممون رو ثبت کنیم و بعد از یه مدتی بازبینی کنیم. به این میگن دفترچه تصمیمات. خود منم این دفترچه رو دارم. هر بار که تصمیم مهمی میگیرم، دلایل و انتظارات خودم رو توی این دفترچه یادداشت میکنم. بعد از چند ماه برمیگردم و این تصمیمات رو دوباره بررسی میکنم و نگاه میکنم ببینم چقدر پیشبینی های من با واقعیت همخونی داشته. در واقع این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنم. این تمرین 2 نتیجه مهم داره. اول اینکه اگه تصمیمی اشتباه از آب در بیاد، به جای پاک کردن صورت مسئله که مغزمونم خیلی دوست داره این کار رو همیشه انجام بده، ما حقیقت رو میبینیم و میپذیریم. دوم اینکه به تدریج متوجه الگوهای تصمیم گیری خودمون میشیم. مثلا ممکنه کشف کنیم که هر جا بدون تحقیقات میدانی تصمیم میگیریم شکست میخوریم، یا هر جا به ندا و حرف یک مشاور بیرونی گوش میدیم موفق شدیم. همه اینها به ما کمک میکنن تا جلوی تعصب‌های بعدیمون رو بگیریم. یادتونم باشه اینو نگفتم قبلش بهتون، چارلز داروین دقیقاً این کار رو میکرده. یه دفترچه یادداشت داشته، اسمشو گذاشته بوده یادداشت اشتباهات و تناقضات، و هر مدارکی و شواهدی پیدا میکرده که نظریه‌اش رو زیر سوال میبرده تو اون دفترچه یادداشت میکرده و اون رو حسابی بررسی میکرده. ما باید یه کاری بکنیم که به شکل سیستماتیک این چرخه یادگیری رو برای خودمون ایجاد کنیم. مهم اینه که چشمامون رو به روی بازخوردها نبندیم و از واقعیت فرار نکنیم، حتی اگر برخلاف میلمون باشه.
خب من تا اینجا سعی کردم با توضیح یک خطای شناختی بسیار مهم که به قول رفتوبلی مادر همه خطاهای شناختیه بهتون یه سری ابزار بدم تا بتونین تصمیمات منطقی تری بگیرین و اون شفافیت ذهنی مورد نیاز برای تصمیم گیری درست رو برای خودتون ایجاد بکنین. حالا میخوام یه تمرین بهتون بدم. اونم اینه که یه کاغذ بردارین، یه خط عمودی وسطش بکشین. 2 ستون ایجاد میشه. حالا یکی از تصمیم‌های اخیر خودتون رو و باور مهمی که تو کسب و کار دارین رو توی این ستون‌ها بنویسین. تو بالای ستون سمت چپ بنویسین شواهد موافق و بالای ستون سمت راست بنویسین شواهد مخالف. با دقت و صداقت کامل تمام دلایلی که برای این باور دارین توی قسمت شواهد موافق بنویسین و بعد هم سعی کنین یه سری شواهد مخالف برای این باورتون یا این تصمیمتون پیدا کنین. اگه به این نتیجه رسیدین که هیچ شواهد مخالفی وجود نداره، بدونین که خودتون رو سر کار گذاشتین و به اندازه کافی تلاش نکردین. حتی اگه خودتون پیدا نمی‌کنین، سعی کنین از دیگران کمک بگیرین. با پیدا کردن شواهد مخالف آروم آروم گارد ذهنی شما برای روبرو شدن با واقعیت شکسته میشه. امیدوارم آنچه که در این پادکست با این صدای گرفته سرماخورده براتون توضیح دادم و ارائه کردم یه جایی یه روزی به دردتون بخوره. از امروز بیاییم با خودمون صادق‌تر باشیم و باورهای خودمون رو سخت‌تر مورد آزمایش قرار بدیم و به استقبال واقعیت بریم، حتی اگر برخلاف میلمون باشه. تصمیم‌های بهتر آینده روشن‌تری رو برای کسب و کارهای ما ایجاد میکنه و پاداش این شجاعت فکری چیزی جز موفقیت نیست. تا پادکست بعدی بازاندیشی رو فراموش نکنید.